تا حالا شده مسیر بالای 100 کیلومتر رو توی ایران طی کنی با ماشین و دلت نخواد به یکی فوش کمر به پایین ندی یا خاندانش رو مورد عنایت قرار ندی یا اینکه مطمئن باشی اون خاندانت مورد عنایت قرار نده؟ فروتون. سلام، من فرزانم و اینجا کانال فروتونه. توی این قسمت قرار راجع به رانندگی توی ایران صحبت کنیم که واقعا یه دغدغه و یه چالش خیلی بزرگه برای ماها و به نظرم کم بهش پرداخته شده و ما باید بیشتر بهش بپردازیم، بلکه بتونیم با این حرکت کمی کمک کنیم به خودمون و بیشتر به خاندانمون که مورد عنایت قرار نگیره. تو این قسمت چند تا از موارد خیلی مهمی که ما خیلی کم رعایتشون میکنیم راجع به صحبت میکنیم و بعدش ایشالله که شعور رانندگی رو پیدا کنیم و کمتر بقیه رو فوش بدیم و کمتر فوش بخوریم. روح پاک صلوات. مورد اول، استفاده از بوق. تو کل دنیا وسیله‌ای که بوق نام داره توی ماشینه، استفادهش برای چیه؟ برای اخطار دادن. آقا یه بار هست یه آدمی میپره جلوت، میخوای بهش اخطار بدی که بهش نزنی، یا یه ماشینی لاین عوض میکنه با راهنما و تو میخوای بهش اخطار بدی آقا حاجی نیا. یعنی در مواقع به شدت اضطراریه و اصلا نباید هی دم به دقیقه ازش استفاده کنیم توی خارج کشور. ولی خب تو ایران انواع بوق داریم. خیلی این موضوع خیلی پیچیده. بوق سلام چاکرم، چطوری، مخلصیم و اینا. بوق دلغک بی‌ناموس، بوق خداحافظ به سلامت، بوق عروس چقدر قشنگه ایشالا مبارکش باد، بوق قهرمانی یا گل زدن تیم محبوب. حتی طی تحقیقات اخیر نشون داده شده که بوق دیدی سوسکت کردم هم داریم. یعنی میزان توجه به آرامش و آسایش مردم و بقیه به مراتب کمتر از میزان توجهمون به برچسب‌های نحوه شستشویی پشت لباس هست. وضع عجیبیه. مورد بعدی زرنگ بازیه. البته تو کل دنیا بهش میگن عدم رعایت حق دیگران یا حق تقدم، ولی تو ایران بهش میگن زرنگ بازی. بیا شرایط رو برات مثال بزنم. یک ماشینی تو یک مسیری داره حرکت میکنه و حق تقدم هم با این بنده خداست. حالا یک انسانی میاد میکنه توش، البته ماشینو میگم. این شخصی که کرده توش، که بازم ماشینو دارم میگم، میشه بچه زرنگ. و اون بدبختی که مونده اون پشت که حقش هم ضایع شده و کردن توش، اینجا دیگه ماشینو نمیگم، اون بدبخت میشه بیچاره و خاک تو سر. و حالا این قضیه مثل آزمایش‌های درس شیمی یک سری کاتالیزور داره. کاتالیزوراش چی هم بذار بهت بگم. وجود رفقا، زیدی، دختر خوشگل در حوالی و گاه هم پدر و مادر باعث میشه که این واکنش زرنگ بازی سریعتر، اگزاجرتر و بیشتر باشه و خدا به داد اون بنده خداهایی برسه که دارن حق و رعایت میکنن و درست رانندگی میکنن. اونجاست که بهشون تعرض میشه رسما. تو این شرایط تنها چیزی که رعایت نمیشه قانونه. یعنی یه جوری همه عجله دارن که برسن به مقصد، انگار واکسن HIV رو کشف کردن، میخوان به دنیا ارزش کنن، دمشون هم گرم. یا حتی ممکنه شنیده باشن که والدینشون با احمد ذوقی یا عمو جانی توی محل دیده شده باشن. اینم ممکنه. مورد 3، حرکت بین خطوط. از افسانه‌های قدیم ایرانی نقل شده که اگر تا آخر مسیرت در لاین خودت بمونی تبدیل به سوسک میشی. یعنی هر روز اینو میبینین که مواردی هستن که حتی اگه جلوشون هم خالی باشه، یعنی اینو مطمئنم حتی اگه جلوشون خالی باشه لاین عوض میکنن. چرا؟ چون لاینشون خار داره، دلیل دیگه نیست. حالا هر چقدر به اینا بگو عزیز دل من تو لاین خودت بمونی ترافیک زودتر حل میشه، ولی اینا میگن نه، شهرداری کارشو بلد نیست، تنگ ساخته. ایشالله شما شهرداری گشادشو بسازی. مورد 4، عدم استفاده از راهنما. فقط اینو میتونم بگم کسایی که راهنما نمیزنن در کودکی مشکلات بزرگی داشتن. یعنی معمولا 90% این افراد دستشویی در نمیزنن میرن، حتی الان هم از کودکی، یعنی این عادت شده براشون. و در دوران کودکی یه شبی شاید در نزده وارد اتاق پدر مادرشون شدن، دچار افسوس شدن. یعنی گاو از اینا بهتر اعلام حضور میکنه یه جایی میخواد بره وارد شه. چاکرم.
و مورد پنجم که به نظر من مهمترینشونه اینکه توجهی نمی‌کنیم به علائم و چراغ بدبخت راهنمایی. تو ایران چراغ حتی با وجود دوربین تقریبا میتونه یه پیشنهاد دوستانه باشه که اگر 5-6 بار ردش نکنی، یه جورایی تعارفی نزنی بهش، این مورد خشم خدایان قرار میگیره قطعا، چون دلیل دیگه ای نداره که اینقدر بخوای ردش کنی. قطعا یه خدای نفرینت میکنه، وگرنه چرا دارن ردش میکنن دیگه؟ حتما دلیل منطقی دارن. اما حالا جای این چراغ که بیشتر حکم درخت رو داره برای ملت، یه ماکت پلیس بذار. ببین انگار اومدی برلین، یعنی خون خودشون و افرادی که دارن باهاشون توی اون خیابون رانندگی میکنن و ماشین که البته یک سرمایه است توی کشور ما، به پشمشون هم نیست و فقط براش مهمه که اون 200,000 تومان جریمه رو نشن. و نکته قشنگتر تابلوهای راهنمایی رانندگی که 90% ملت اصلا نمیدونه معنیش چیه. اصلا روایت داریم که خیلی از راننده ها، مخصوصا اگه مرد باشن، از دست انداز نزدیک تابلوی دست انداز که میشن با خودشون میگن جون. حالا من دلیلشو نمیدونم. ولی واقعیتش اینه که اگر ما و اطرافیانمون تک تک شروع کنیم اصلاح کنیم این رفتار اشتباه رو، میتونم بهتون قول بدم که یک رانندگی خیلی سالمتر داریم، کمتر مورد عنایت قرار میگیریم، مخصوصا عمه‌های محترممون و البته جونمون. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. خیلی ممنون میشم اگر لایک و سابسکرایب و کامنت اینا فراموش نشه. خیلی کمک بزرگیه به من. به دوستاتون معرفی کنین اگر خوشتون اومد این کانال رو و دوستتون دارم شدید به مدت مدید. تا خدا هست مشکلی نیست، چشم هم بزنی فرزانی نیست.